اگه ماشین اتومات سوار نشدی رانندگی باش هیچ کاری نداره. اینجا شما دو تا پدال دارین، یه دونه گازه یه دونه ترمز. پاتونو تا ته روی پدال ترمز نگه می‌دارین، اینجا کلید استارت رو میزنیم ماشین روشن میشه. پامون همچنان رو پدال ترمز هست. اینجا پی رو داریم، آ رو داریم، ان و دی. پی میشه همون پارک ماشین که زمانی که شما ماشین رو پارک می‌کنید باید روی این باشه. میایم یه دونه پایینتر میشه دنده آر که میشه همون دنده عقب. شما همچنان پاتون باید ترمز باشه، چون اگه پاتون برداشتی ماشین به سمت عقب میره. یه دونه میایم پایینتر که میشه همون خلاص که میشه ان رو بیاین سمت پایین میشه دی که برداریم پاتون رو پدال ترمز ماشین به سمت جلو حرکت میکنه. همچنان پامون رو پدال ترمز هست. یه دونه سمت چپ بیایم، حالا تو ماشین دیگه هم راست و چپش فرق میکنه. میشه ماشین دنده دستی. به سمت بالا یه دونه بدیم بهش اضافه میشه یه دنده، به سمت پایین بدیم دندش کم میشه مثل هم ماشینای دنده خودمون. پیج ما رو فالو کن. این پست هم برس واسه اون دوستت که هنوز ماشین اتومات رو یاد نگرفته.